کتاب شیاطین جن‌زدگان از فیودور داستایوفسکی، ترجمه سروش حبیبی، انتشارات نیلوفر. هرچه می جوییم راه پیدا نیست، گمشدگانیم چاره چیست؟ پیداست که ابلیس به صحرامان کشانده است، سرگردانی من از این است. چه بسیارند آنها، به کجاشان می دوانند؟ آوازشان چرا چنین غم انگیز است؟ جن بچه‌ای در خاک می کنند، یا افسونگری را به حجله می برند. پوشکین. و در آن نزدیکی گله گراز بسیاری بودند که در کوه می چریدند. پس از او خواهش نمودند که بدیشان اجازت دهد تا در آنها داخل شوند. پس ایشان را اجازت داد. ناگاه دیوها از آن آدم بیرون شده داخل گرازان گشتند که آن گله از بلندی به دریاچه جسته خفه شدند. چون گرازبانان ماجرا را دیدند فرار کردند و در شهر و اراضی آن شهرت دادند. پس مردم بیرون آمدند تا آن واقعه را ببینند. نزد عیسی رسیدند و چون آن آدمی را که از او دیوها بیرون رفته بودند دیدند که نزد پاهای عیسی رخت پوشیده و عاقل گشته و نشسته است ترسیدند. و آنان که این را دیده بودند ایشان را خبر دادند که دیوانه چطور شفا یافته بود. انجیل لوقا باب 8 آیه 32 تا 36. با صدای بهزاد سوانا. کتاب اول. فصل اول. در مقام مقدمه جزئیاتی از شرح حال حضرت استپان ترافیموویچ ورخامینسکی. 1. از آنجا که میخواهم به وصف رویدادهای بسیار عجیبی بپردازم که چندی پیش روی داد در شهر ما که پیش از آن به هیچ روی شاخص نبود، ناگزیرم به سبب کمی بضاعتم در کار وقایع نگاری شرح خود را از مدتی پیش از وقوع این وقایع شروع کنم با شرح برخی جزئیات از احوال استپان ترافیموویچ ورخامینسکی که مردی با ذوق بود و سزاوار احترام بسیار. این جزئیات را فقط مقدمی بشمارید برای شرح وقایعی که میخواهم نقل کنم و بعد از این خواهد آمد. به صراحت بگویم که استپان ترافیموویچ پیوسته میان ما نقشی خاص و میشد گفت اجتماعی و سیاسی ایفا میکرد و با چنان سودایی به این نقش دل بسته بود که گمان میکنم بی آن نمیتوانست زنده بماند. البته نمیخواهم او را به بازیگری شبیه بدانم، پناه بر خدا، خاصه اینکه خود به او حرمت بسیار میگذارم، چه بسا که این حال او به علت عادت بوده باشد، یا بهتر بگویم نتیجه تمایلی والا و پیوسته یادگار کودکی به اینکه در اطراف رفتار غیرتمندانه سیاسی خود در جامعه رویاهای شیرین ببافد. مثلا علاقه عجیبی داشت به اینکه خود را تحت تعقیب یا به اصطلاح در تبعید بشمارد. همین دو واژه ناچیز نوع حالی اعتبار با خود دارد که او را از همان آغاز و برای همیشه فریفته و بعدها با گذشت سالها ارج او را در چشم خود پیوسته بالا برده بود، به طوری که عاقبت خود را بر پیکری پایی رفیع میپنداشت و این برای طبع خودپسندش بسیار خوشایند بود. در یک داستان طنزآمیز انگلیسی قرن گذشته شخصی به نام گالیور که از سرزمین لیلیپوتها که آدمکای نیم وجبی بودند باز میگردد، به قدری عادت کرده است که خود را میان ایشان غول بشمارد که در خیابانهای لندن نیز بی اختیار فریاد میزند و رهگذران و درشکچیان را برحذر می‌دارد که عقب بروند و مواظب باشند که زیر پای او له نشوند، زیرا خیال می‌کند که همچنان غول قامت است و دیگران خرد بالا. مردم به او می‌خندند و دشنامش می‌دهند و سورچیان درشت‌خو خواب بزرگی را با شلاق از سرش می‌پرانند. اما آیا گالیور سزاوار این رفتار بود؟ عادت چه کارها که نمی کند. استپان ترافیموویچ را هم عادت به بلای شبیه به این مبتلا کرده بود، اما توهم بزرگی او می شود گفت که به شکل معصومانه تری تظاهر می کرد و آزاری به کسی نمی رسند، زیرا او به راستی مرد نازنینی بود. حتی گمان می کنم که در این اواخر دیگر هیچ جا نامی از او برده نمی شد و می شد گفت که همه فراموشش کرده بودند. اما روانی است خیال کنیم که پیش از آن نیز کسی او را نشناخته بود. انکار نمیتوان کرد که او نیز زمانی جزو گروه شهیری از ادبای نامدار نسل گذشته بود و آن وقتها مدتی، البته مدتی به راستی بسیار کوتاه، گفتی دقیقه یا حتی کمتر از آن، بعضی از سر شتاب زدگی نام او را در ردیف نام چادایوف و بلینسکی
و گرانوفسکی و گرتسن که تازه در خارج از کشور فعالیت خود را شروع کرده بود قرار میدادند. 3. پاورقی گرتسن همان نویسنده و متفکر بزرگ روسی است که در اروپا به نام هرتسن معروف است. گرچه این لفظ در اصل منشأ نام او بوده است، اما چون صاحب نام روس است و خود نام مستعار گرتسن را برگزیده است، تغییر شکل و به اصطلاح ترجمه نام او را روا نمی‌دانم و به شیوه روس‌ها گرتسنش می‌نامم. در ادامه اما فعالیت‌های استپان ترافیموویچ در اثر به اصطلاح طوفان حوادث شروع نشده پایان یافته بود. ولی آخر چطور؟ آن وقتها طوفانی در کار نبوده و حتی حوادثی روی نداده است که در حساب آید. دست کم در مورد او خبری نبوده است و تازه حالا، یعنی چند روز پیش، با حیرت بسیار و از منبعی بسیار موثق دریافتم که استپان ترافیموویچ اینجا در استان ما به عکس آنچه گمان می‌کردیم نه تنها در تبعید به سر نمی برده، بلکه هرگز حتی تحت نظر نبوده است و از اینجا میتوان پی برد به اینکه توان تخیل چه کارها می‌کند. او در تمام عمر صادقانه باور داشت که در بعضی محافل عالی کشور سخت از او واهمه دارند و از همه کارش گزارشی مرکز فرستاده می شود و هر قدمش در حساب می آید و هر یک از 3 استانداری که ظرف 20 سال گذشته پی در پی عهدهدار اداری امور استان ما شدند از پیش نظری سخت نامساعد نسبت او می داشتند که از بالا به هنگام ابلاغ فرمان استانداری پیش از هر چیز به آنها تلقین می شده است. اگر کسی می خواست به استپان ترافیموویچ شریف ما به اعتبار مدارک موثق بقبولاند که نگرانی او بیجاست و هیچ خطری او را تهدید نمی کند، به یقین سخت موجب آزردگیش می شد. با این همه مردی بسیار با کمال و باذوق و حتی می شود گفت دانشمند بود. هرچند در زمینه دانش باید گفت که خلاصه این که در زمین دانش کار زیادی نکرده و حتی می شود گفت هیچ کاری نکرده بود. ولی خب در روسیه ما این معنی تقریبا در مورد همه دانشمندان صادق است. در اواخر دهه 40 که از خارج بازگشت در مقام استاد دانشگاه مدتی بسیار کوتاه درخشید. البته در سمت استادی چند جلسه درس بیشتر نداد، آن هم اگر اشتباه نکنم در خصوص اعراب. رساله بسیار درخشانی نیز نوشت درباره آغاز اطلاع سیاسی شهرک آلمانی هاناو بین سالهای 1413 و 1428 که جزو اتحادیه هانزه‌ای بود و نیز درباره علل خاص و نامعلومی که نگذاشت این اطلاع عاقبت صورت گیرد. این رساله از قرار معلوم تیری بود که با تیز نشانی بر دل پان سلاویست های آن زمان نشست. پاورقی نهضتی روشنفکری و سیاسی بود و در قرن 19 روسیه که بر هویت ملی روس‌ها تاکید می‌کرد و گذشته روسیه را بزرگ می‌داشت و از غربگرایی گریزان بود. در ادامه و باعث شد که استپان ترافیموویچ میان آنها دشمنان بسیار سرسختی پیدا کند. بعد و البته پس از آنکه کرسی استادی را از دست داد، شروع کرد به همکاری با ماهنامه پیشروی که ترجمه داستان‌های دیکنز را چاپ و عقاید ژورج ساند را تبلیغ می‌کرد و این همکاری به قصد انتقام بود، به این منظور که نشان دهد جهان فرهنگ با پایین کشیدن او از کرسی استادی خود را از چه گنجینه گرانقدری محروم کرده است. باری مقدمه تحقیقات بسیار عمیق خود را گمان می‌کنم درباره ریشه‌های عمیق نجابت و مثال اخلاقی فلان فرقه شهسواران در بهمان دوران یا چیزی از این دست در این ماهنامه چاپ کرد. این قدر هست که در این نوشته اندیشه‌ای بس رفیع و به غایت شریف را پی گرفته بود. بعد گفته شد که فوراً او را از ادامه این پژوهش‌ها باز داشتند و حتی ماهنامه پیشرو را به گناه چاپ مقدمه گزارش آن پژوهش‌ها توبیخ کردند. البته بعید نیست که این گفته درست باشد، زیرا از این رویدادهای عجیب در آن روزگار کم نبود. اما در این مورد خاص محتمل تر آن است که ابداً چنین منعی در کار نبوده باشد و دور نیست که نویسنده خود از سر تنبلی پژوهش خود را پی نگرفته باشد. درس‌های خود را نیز درباره اعراب خود به این بهانه متوقف کرده بود که نامه‌ای که او به عنوان نمیدانم چه کسی نوشته و در آن معلوم نیست کدام نکته را تشریح کرده بود، خدا می‌داند به چه طریق به دست غیر افتاده بود که لابد این غیر از دشمنان مرتجعش بوده است و در نتیجه نمیدانم چه کسی درباره بعضی نکات از او توضیحاتی خواسته بود و نیز می‌گفتند که در همان زمان جمعیت نیرومند و منحرفی که در پترزبورگ علیه دولت فعال بوده کشف شده است که 13 نفر عضو داشته
و چیزی نمانده بود که بنیاد جامعه را متزلزل سازد. میگفتند که این جمعیت میخواسته است آثار خود فوریه را به روسی ترجمه کند. پاورقی شارل فوریه 1773 تا 1837 فیلسوف اجتماعی فرانسوی که معتقد به لزوم تغییر نظام جامعه و برقراری نظام تعاونی بوده است. در ادامه البته صحت این گفته نیز محل تردید بسیار است. از قضا در همان زمان شعری استپان ترافیمویچ به دست پلیس افتاده بود که او 6 سال پیش از آن در آغاز جوانی، زمانی که در برلین تحصیل می‌کرد، سروده بود و گفته میشد که نسخه دست‌نوشته آن میان 2 شعردوست و 1 دانشجو دست به دست میگشته است. این شعر اکنون در کشوی میز من نیز هست، در جلد زیبایی از تیماج سرخ مجلد که همین سال گذشته به دستم رسید و خود استپان ترافیمویچ چندی پیش از آن به خط خود نوشته بود و با تقدیم نامه‌ای به من داد. شعر از لطافت خالی نیست و حتی آثار ذوق در آن پیداست. البته به شعرهای عادی نمی‌ماند، اما در آن زمان دقیق‌تر بگویم در سالهای 30 این جور شعرهای عجیب فراوان سروده میشد. توضیح موضوع شعر برایم آسان نیست، زیرا راستش بخواهید چیزی از آن نمیفهمم. تمثیلی است منظوم و نمایشگونه، تقلیدکی از کتاب دوم فاوست. اول گروه همسرایان زن روی صحنه میآیند و بعد همسرایان مرد به آنها میپیوندند. بعد همسرایی معلوم نیست کدام یک از نیروهای طبیعت است و عاقبت همسرایی ارواحی که هنوز به دنیا نیامدند اما مایلند به دنیا آیند. همه این همسرایان اشعاری میخوانند که معنی آنها هیچ مفهوم نیست و بیشتر به نفرین های کسی میماند که البته از رنگ طنزی والا خالی نیست. اما صحنه ناگهان عوض می شود و صحنه بعدی نوعی جشن زندگی است که در آن حتی حشرات همسرایی می کنند. سنگ پشتی ظاهر می شود و اورادی مذهبی را به زبان لاتینی می خواند و حتی اگر درست به خاطر مانده باشد یک تکه سنگ که معلوم نیست با جهان زنده چکار دارد چیزی می خواند. به طور کلی همه مدام آواز می خوانند و اگر آواز نخوانند و فقط حرف بزنند حرفشان جز دشنام نیست، آن هم به شیوهی نامفهوم که اما لحنش به آن میماند که باید معنایی بس عمیق داشته باشد. سرانجام صحنه باز عوض می شود و منظره وحشی پدیدار می گردد و جوانی بسیار متمدن میان تحت سنگ ها چیزی می جوید و علف های می یابد و آنها را می کند و می مکد و در جوابی که از پریان که علت این کار را از او می پرسد می گوید که از فوران زندگی در درون خود بستوه آمده است و فراموشی می جوید و آن را در شیره این علف ها می یابد. اما بزرگترین آرزویش آن است که هرچه زودتر از قید عقل آزاد شود، آرزویی که شاید عبث باشد زیرا مطلوبش حاصل شده است. بعد جوانی با جمالی وصف ناپذیر سوار بر اسبی سیاه به صحنه می آید و خیلی عظیمی از مردم اقوام مختلف به دنبالش روانند. این جوان نمایشگر مرگ است و اقوامی که به دنبالش می روند مشتاق وصال اویند. عاقبت در واپسین صحنه برج بابل ظاهر می شود که جوانانی ورزیده بنای آن را ضمن خواندن سرود امید نو بالا می برند و چون آن را به پایان می رسانند سلطان بگوییم فقط المپ به وضع مضحکی می گریزد و بشریت همین که پیروزی خود پی می برد به جای خود بر سریر او در تاریک برج می نشیند و زندگی جدیدی آغاز می کند. با بصیرت بر حقیقت امور خوب چنین شعر را در آن زمان خطرناک می دانستند. من سال پیش به استپان ترافیمویچ پیشنهاد کردم که آن را چاپ کند، زیرا در روزگار ما ابدا تند شمرده نمی شود و به جایی بر نمی خورد. اما او پیشنهاد مرا با ناخرسندی رد کرد. از اینکه شعرش را بی خطر دانسته بودم رنجیده بود و من سردی او را نسبت خود که 2 ماه تمام طول کشید از همین می دانم. آن وقت چه شد؟ ناگهان خبردار شدیم که تقریبا همان زمانی که من پیشنهاد چاپ شعر او را اینجا در شهر خودمان می کردم، شعر جای دیگری یعنی خارج از کشور در یکی از جنگ‌های انقلابی چاپ شده بود و البته بی اطلاع استپان ترافیمویچ او ابتدا سخت ترسید و به نزد استاندارش رفت و با اصالت و صداقت بسیار نامه‌ای به پترزبورگ نوشت و از این ماجرا تبرع جست. نامه را 2 بار برای من خواند اما آن را نفرستاد زیرا نمیدانست که مخاطبش چیست. خلاص اینکه به مدت 1 ماه بیقرار بود، اما من معتقدم که در اعماق پنهان دلش احساس غرور بسیار میکرد. 1 نسخه از
جنگ مزبور را که برایش فرستاده بودند از خود دور نمی‌کرد و چیزی نمانده بود که شب نیز آن را در کنار خود بستر ببرد و روزها آن را زیر توشکش پنهان می‌کرد و حتی به زن خدمتکار اجازه نمی‌داد که رخت خوابش را مرتب کند و هر روز منتظر بود که تلگرامی از جایی برسد. با این حال احساس سربلندی می‌کرد و با نخوت بر دیگران فرو می‌نگریست، اما تلگرامی از جایی نرسید. تازه آن وقت بود که با من نیز آشتی کرد و همین گواه صفای خارق‌العاده دل خالی از کینه اوست. 2. من البته مدعی نیستم که استفان ترافومیچ هیچ طرف تعهدی واقع نشده است. فقط حالا دیگر به یقین می‌دانم که اگر توضیحاتی را که می‌گفت از او خواستند داده بود، می‌توانست تا بخواهد در اطراف عرابجده دانشگاه سخنرانی کند، اما او بزرگی جسته و خود را هدف چشم حسود سرنوشت پنداشته و با شتاب‌زدگی بسیار به خود قبولانده بود که طوفان حوادث بیچون و چرا زندگیش را سیاه و کارهای علمیش را تا پایان عمر تباه ساخته است. اما اگر راستش را بخواهید، علت راستین این تغییر مسیر این بود که واروارا پترونا ستاوروگینا، همسر ژنرال ستاوروگین که بانوی بسیار ثروتمندی بود، پیشنهادی را که در گذشته به او کرده بار دیگر با سنجیدگی و ظرافت تکرار کرده بود، به این معنی که از او خواسته بود با سمت دوست و معلمی والاقدر امر آموزش و تربیت معنوی یگانه پسرش را مخفی نماند، با مواجب عالی بر عهده بگیرد. واروارا پترونا این پیشنهاد را اول بار در برلین هنگامی به او کرده بود که همسر اول استفان ترافومیچ از دنیا رفته بود. این همسر اول دوشیزه سبکسری بود از اهالی استان خودمان که استفان ترافومیچ در آغاز جوانی او را از سر بیفکری گرفته بود و از قرار معلوم در ازدواج با او که زن بسیار جذابی نیز بود، به علت نداشتن توانایی مالی کافی برای تأمین هزینه زندگی و از آن مهمتر به علت ظرافت دیگری که گفتنی نیست، رنج بسیار برده بود. این زن از او جدا شده و 3 سال بعد در پاریس جان سپرده و پسرک 5 ساله برای او باقی گذاشته بود. استفان ترافومیچ یک روز که غصه دار بود برای من درد دل کنان نخواسته این پسر را حاصل عشق اول خود، یعنی زمانی که زندگی همچنان خندان است و عین عشق هنوز تاری نگرفته است، وصف کرده بود. مرغک معصوم را از همان آغاز کار به روسیه فرستاده و به دست خاله ها و عمه هایی که در شهرستانی پرت به سر بردند سپرده بود تا بزرگش کنند. استفان ترافومیچ آن بار پیشنهاد واروارا پترونا را رد کرده و به زودی برای بار دوم، حتی 1 سال از مرگ همسر اولش نگذشته، با دختر برلینی کم حرفی، آن هم بی آنکه هیچ گونه ضرورت خاصی در کار باشد، ازدواج کرده بود. اما این رد پیشنهاد واروارا پترونا ظاهراً دلایل دیگری نیز داشته بود. آوازه شهرت استادی نامآور در دل او وسوسه انداخته بود، چنانکه او نیز به نوبه خود با شوق و شتاب بسیار به کرسی تدریسی که خود را برای آن آماده کرده بود فرا پرید تا در آسمان نامجویی بالهای عقاب گستره خود را بیازماید. اما به زودی شکست بال از کرسی پایین آمد و طبعا به یاد پیشنهادی افتاد که چندی پیش گیرن نبی تردید رد کرده بود و چون همسر دومش نیز بعد از کمتر از 1 سال زندگی با او ناگهان جان سپرد، کار تردیدش یکسویه شد. به صراحت بگویم آنچه او را به گرفتن تصمیم واداشت اظهار همدردی پر التهاب و نیز محبت مغتنم و از رنگ و ریای امروزیان پاک واروارا پترونا بود. البته اگر بشود محبت را با این صفت وصف کرد. استفان ترافومیچ بی‌صبرانه به این دوستی آغوش گشود و به این ترتیب پیوندی استوار برقرار شد که بیش از 20 سال طول کشید. من اینجا واژگان بی‌صبرانه و گشودن آغوش را به کار بردم، اما پناه بر خدا اگر کسی این واژه ها را به معنای نابجا یا ناشایست تعبیر کند. این گشودن آغوش را فقط میتوان به والاترین و پاکترین معنی تعبیر کرد. رابطه بسیار لطیف و نازک معنی این دو وجود بی‌نظیر را برای همیشه به هم پیوند داده بود. استفان ترافومیچ برای پذیرفتن این سمت انگیزه دیگری نیز داشت و آن اینکه آب و ملک کوچکی که از همسر اولش مانده بود و به راستی بسیار کوچک بود در همسایگی سکوارشنکی قرار داشت و این سکوارشنکی ملک بزرگ و بسیار آبادی بود در حومه شهر و از املاک واروارا پترونا در آن استان بود. از این گذشته با پذیرفتن این سمت همیشه میتوانست در خلوت و آرامش اتاق کارش فارغ از بار دست و پاگیر تدریس در دانشگاه
به کار دانشوری ادامه دهد و با تحقیقات عمیق علمی خود در غنای ادب میهنش بکوشد. البته از این تحقیقات علمی کشور اثری ندید. غیراز استفان ترافیمویچ توانست باقیمانده عمر را به مدت بیش از 20 سال میشود گفت به صورت ملامت مجسم نسبت به میهن به سر آورد و به قول شاعر ملی همچون ملامت مجسم ای آرمان پرست آزادی کیش در برابر میهن ایستادی. اما شخصیتی که شاعر ملی شعرش را سروده است شاید حق داشته باشد که اگر بخواهد تمام عمر بدین سان چنانکه بر صحنه تئاتر قد برافرازد گرچه نقشی سخت خسته کننده است. اما استفان ترافیمویچ در حقیقت در عرصه این گونه چهره‌های آرمان پرست آزادیکیش مقلدی بیش نبود و سر پا ایستادن خسته میشد و به این سبب ترجیح میداد که بیشتر بلمد. ولی باید انصاف داد که در همان حالت لمیده نیز همیشه پیکره زنده ملامت بود، خاص اینکه به قول خودش برای استان ما همین حال نیز کفایت میکرد. میبایست او را وقتی در باشگاه پشت میز بازی مینشست دیده باشید. سر پایش داد میزد ای ورقا ببینید که کار من به کجا کشیده است. من با شما به بازی نشستم. آیا رواست که چون منی به این روز افتم؟ ولی گناه از کیست؟ که بود که بالهای فکر مرا در بند کشید و آینده علمیم را تباه کرد و مرا به پشت این میز نشاند؟ پس حال که چنین است روسیه گو مباش. و با وقار بسیار آس دلش را روی میز میزد و به راستی شوق بازیش بسیار بود و به همین سبب و خاصه در این اواخر به گومگوهای سخت و تلخ و مکرر میان او و وارورا پترونا در میگرفت، خاصه به آن سبب که از قمار جز باختن نمیدانست. اما بحث در این باره بماند برای بعد. فقط این را بگویم که او مردی پاک و وجدان بود، گیرمگاهی، و به همین سبب اغلب بار اندوه سنگینی بر دل داشت. در طول 20 سال دوستی با وارورا پترونا مرتب سالی 3 یا 4 بار به حالی می افتاد که ما میان خود خمار سیاسی می نامیدیم و در این حال به راستی در افسردگی فرو می رفت. بانوی گرانمایه ما وارورا پترونا این واژه را می پسندید. بعدها گذشته از خمار سیاسی به آزار آتش شامپانی نیز مبتلا شد. اما وارورا پترونا که بانوی بیدار و هوشیاری بود پیوسته در تمام عمر مراقب بود که او را از تسلیم به تمایلات ناشایست باز دارد و به راستی نیز استفان ترافیمویچ به دایی این نیاز داشت، زیرا گاهی رفتارش سخت عجیب میشد و در میان بحران افسردگی بسیار والایش ناگهان به خنده زشت و عامیانه میافتاد. لحظاتی پیش میآمد که حتی خود را به باد مسخره میگرفت، حالانکه وارورا پترونا از هیچ چیز به اندازه طنز گریزان نبود. او بانوی قدیم آب بود، هنرپروری که جز در راه افکار والا گام بر نمی داشت. نفوذ 20 ساله این بانوی گرانمایه بر دوست بینمایش فوق‌العاده بود و بجاست که درباره این بانو به تفصیل بیشتری سخن گفته شود و این کاری است که میخواهم بکنم. 3. بعضی دوستی ها بسیار عجیبند. طرفین هر دو میخواهند خون هم را بریزند و گوشت بدن هم را بجوند. تمام عمر بدین سان روزگار میگذرند اما جدایی از هم را بر نمیتابند. حتی میشود گفت که جداییشان به هیچ روی ممکن نیست. اگر یکی از سر بهانه‌جویی و لجاج پیوند بگسلد اول خود بیمار می شود و شاید حتی بمیرد. من به خوبی می دانم که استفان ترافیمویچ بارها و گاهی بعد از خلوت با وارورا پترونا بعد از آنکه صمیمانه در دل خود را برای او می گشود پس از رفتن او ناگهان از کاناپه می جست و شروع می کرد مشت بر دیوار کوفتن. این مشت‌کوبی او را بر دیوار ابدا به معنای مجاز تعبیر نکنید. چنان به شدت می کوفت که حتی یک بار گچ دیوار به ضرب مشتش فرو ریخت. شاید پرسید که من از کجا با این دقت از جزئیاتی چنین خصوصی خبر دارم.